ایول بازی بالاخره باز چرا اینقدر نگم داره دهن سرویس شلوغه. برای شما این مشکل هسته که اینطوری باشه؟ اگه میخواین بازیتون اینقدر لگ نباشه و بازیتون راحت بیاد بالا، این ویدیو تا آخر تماشا کنید. سلام، خیلی خوشحالم به این ویدیو. تو این ویدیو قرار بریم راجع به بازی نرم افزار گیم فایر که خیلی هم تاثیر داره تو بازی ها حرف بزنیم. یه نرم افزاری هسته که مرگ داخل کامپیوتر میتونی بریزی و بازی ها رو مثل آدم بیاره بالا و اساسا لگ نباشه. خب اول از همه که بریم سراغ دانلودش. توی گوگل یا مرورگرتون می نویسیم دانلود گیم فایر، این میاره. حالا اینجا نیاورده. خب شما میزنین اینجا نوشته گیم فایر پرو 6 میزنین که برای دانلودش میایم پایین و همینو دانلودش میکنیم که کرک زده. خب حالا من اینو دانلودش دارم، میزنیم اینجا ستاپش رو برمیداریم میریم در راه خفشه بدو و بدو اوکی میزنی نکس جایی که میخوای بریزیم. من مثلا میبرم توی درایو، این که نه کلا 90 مگا جا داره، حجم زیادی هم خدایی نداره ولی خیلی کار آمده. اوکی بزنیم بیاره بالا بدو. این الان نصب شد. شما اینو الان نزنیدش و بریم داخل کرک. اگه 64 بیتین اینو کپی کنید، بیان روی این کلیک راست کنید، اوپن فایل لوکیشن، همینجا پیستش کنید. مردم. اوکی بعد اینکه این کار رو کردیم اینو میتونیم ببندیم و این فیشو بزنیم. بعد برنامه برای شما داره میاد بالا. اینجا بازیه الان من برام حالا سنترو توی این بخشش میتونیم بریم و بازیتون رو اد کنیم. من مثلا تروریو رو اد میکنم میرم، یا مثلا تیلانچر، حتی این ویدیوگیرا و چیزای دیگه هم میتونیم بیاریم که سرعت کامپیوتر رو بیاره کنیم. خب وقتی ایناتون رو اد کردیم، این گزینه‌ای که نوشته برای اینه که سیستمتون رو فقط بخواین بیارین پایین و سبکش کنین. وقتی این گزینه رو بزنین هر نرم افزاری داشته باشین بسته میشه، میبینید. بعد اینا هم بزنین تیکاشو آن کنین کامل. اینا وقتی آن باشن کامل همه چی میبنده. حالا من نمیذارم ممکن بگیره ویدیوگیرم ببنده، البته نه من تیکم نمیبنده. اینو میزنیم ببینیم کار میکنه یا نه. این میره همه واسه همه برنامه‌هاتو میبنده و ببند. الان بس ببینم ویدیوم داره ریکورد میشه دیگه. اوکی هنوز درسته. حالا که این کارو کرد ما میتونیم راحت بازی ها رو بزنیم بیاریم بالا، ولی اینو میذارم برای آخر دیگه. حالا تنظیماتش رو بهتون میگم. توی این بخشی هیچی، خب این واقعا زیاد تنظیمات خاصی نداره. در اصلا این کار خاصی نداره، تنظیم زیادی لازم نداره. همین بخشش مهمترینش بود که بخشای دیگه واقعا به دردتون نمیخوره بخوایم بدونید. توی بخشی که نوشته سیستم کوفتی، من واقعا انگلیسیمون بده 10 گرفتم خیال شیم. توی اینجا کل چیزایی که سیستمتون هسته سیستم خودتون داره میگه. مادربرد تو، مدلش و سی پی یو تو، رمتون و همه اینا رو بهتون میگه. اینجا هم ستینگشه. این که اصلا زبانه. خب اینا هم تنظیمات خاص دست نزنیم بهتره. حالا زیاد کر نریزین روشون، ممکن باید یکی بزنی خراب شه. بعد این تیکو اگه فعال کنیم بهتره و همین کلا با همینا میتونین سیستمتون رو برای بازی اوکی کنین. حالا من میرم داخل این بازی برای تستش. الان میذاریم روش، باز اینا رو میاره میگه اینا رو برات ببنده، اما میگیم آره برام ببندش. خب این میره که بازی رو بیاره بالا. حالا سرعت بالا آوردن بازی رو میبینیم. بذاریم بازی داره لود میشه. الان اگه ویدیوش افتاده باشه و خراب نشده باشه بازی در حال لود شدن. آره بذاریم بیاره بالا. اوکی آورد بالا.
بزنیم یا یک مفهم بزنیم. درسته بازیش قدیمه ولی اینو اگه بخوای مثلا با سیستم پایین بیای سیستم پدر در میاد. بازی قدیمیه ولی خار مادرش تره. اوکی الان میبینیم بازی کاملا روون F10 هم بزنم الان FPS هم پایینه، در واقع از 60 بالاتر نمیره که نمیتونه. میبینید 100% زده، کاملا آزاد شده. خب الان شما با این روش تونستیم قشنگ کامپیوترتون رو سبک کنید. این برای بدوارز اینا کارساز خداییش. وقتی کامپیوترتون گیر کرده یا داره لگ میزنه اونو فعالش کنیم. من حالا بذارم از این بازی بیرون. وقتی اونو فعالش کنین کامل جواب میده و میتونید راحت کار کنید. این اپ واقعا خیلی خوبه و خیلی سبک میکنه کامپیوتر رو. تاثیر خیلی خوبی داره و همین اگه میخواین بازی خوبی داشتین گیم پلی عالی داشته باشین برای بازیتون حتما اینو نصبش کنین و امتحانش کنین. ضرر که نمیکنه، کلا کم میگ بود نفهمیدم ولی خب حجمش کمه. نصبش کنین و حالش رو ببرین و منم لایک کنین، دنبال کنین، ساب کنین و منو به بقیه معرفی کنین. تا ویدیوهای بعدی لایک کنین فراموش نشه.